اعضای دسته زنانه فوتبال افغانستان که بعد از بازگشت طالبان در سراسر جهان پریشان شدند میگویند آرزو دارند زیر پرچم بازی‌های المپیک هم دوباره متحد شوند. با تیم زنانه افغانستان اجازه دادند در مسابقات جهانی فوتبال شرکت کند. شورای مدیران فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال روز چهارشنبه تیم زنانه افغانستان را به مسابقات بین المللی راه داد. این دختران عضو تیم افغانستانی تحت حمایت فیفا می باشند. قرار با استقبال گرمی دختران ورزشکار از جمله فاطمه یوسفی دروازه‌بان تیم روبرو شد که حالا در ملبورن قرار دارد. 100% شدیم. از این خبر گریه و شادی با هم آمیخته شد، چون که ما همیشه با تمام وجودمان از افغانستان نمایندگی کرده ایم. حالا فیفا این را اعتراف کرد. این زمان بسیار دختران در افغانستان از چنین یک امکانیت محروم هستند. از این رو این فرصت را با هم می‌بینیم. تا بازگشت طالبان افغانستان 25 دختری فوتبال بازی قراردادی داشت. حالا آنها در استرالیا زندگی می‌کنند. تیم زنانی افغانستان از مرحله انتخابی می‌گذرد که فیفا در انگلیس و استرالیا برپا خواهد کرد. با اینکه افغانستان در بازی جهانی زنان در برزیل سال آینده شرکت نمی‌کند، آنها می‌توانند به بازی‌های المپیک سال 2028 در لس آنجلس آماده شوند. برای تیم ما گپ فقط در بازی و فوتبال نیست. ما مثل صدای دختران وطن و دیگر نقاط جهان هستیم که خاموش کرده شدند. این یک رسالت است. به باور من این یک دستاورد بزرگ و رمز امید برای دختران می باشد. فاطمه یوسفی میگوید دیدن تیم دختران در جام جهانی یک آرزوی دیرینه‌اش است و برای شرکت در آن از حالا با تمام نیرو آمادگی می‌بینند.